سلام، سید عبادی هستم. میخوایم چند تا ترید چارت طلا انجام بدیم. امروز 13 هستش، ساعت 9 شب و اینجا یه موقعیت خوب داشتیم که حالا فکر کنم به شکل یه پوت، حالا این مقدار پایین شد ولی میتونستیم یه پوت خوب بگیریم. یه پوت باز کردیم، بالاتر میتونستیم بگیریم. ولی خب اینجا گرفتیم، اشکال نداره. میریم به تایم 5 ثانیه که از اینجا چند تا ترید بتونیم انجام بدیم. کندلای 5 ثانیه‌ای، تایم 1 دقیقه و منتظر موقعیت خوب میمونیم که ما اینجا چند تا ترید انجام بدیم. یه پوت دیگه هم اینجا میگیریم، یه ترید دیگه هم باز کردیم، یه پوت دیگه هم گرفتیم. طلا در حال ریزش هستش و از این فرصت داریم استفاده میکنیم و اولین ترید ما به سود نشست. حالا ببینیم تریدهای بعدی ما به چه صورت میشه. دومی هم که 100% به سود میشینه. کندلا 5 ثانیه، تایم 1 دقیقه. بله، منتظر میشیم نتیجه ترید دوم رو ببینیم. و منتظر موقعیت بعدی هم میمانیم. خب ترید دوم ما به سود نشست. حالا منتظر باز موقعیت هستیم. اینجا یه سیگنال کال میبینم من و اگر بیاد پایین تر که یه موقعیت مناسب تر باشه، خب یه کال اینجا ما میگیریم. جای خوبی گرفتیم کال، یه دونه کال گرفتیم افزایشی و منتظر نتیجه این ترید میمانیم که احتمالاً به سود میشینه. همینطور میبینید داره کال میشه و افزایش پیدا میکنه. این استراتژی که راحت میشه جواب میده و خیلی قشنگ کندلا رو میشناسه. هیچ از این اندیکاتوری هم کمک نمیگیریم، خود ما هستیم و خود ما و راحت داریم چارت نگاه میکنیم و تحلیل میکنیم و خیلی راحت داریم سود کسب میکنیم. اینجا هم کال بودش، میتونستیم یه فرصت کال دیگه هم بگیریم، ولی چون منتظر نتیجه ترید بودیم برای چون اینم سود شد. اینم سومین تریدی ما که به سود نشست. راحت تا صبح میتونیم بشینیم و ترید ما به سود بشینه. یه موقعیت پشت دیگه هم اینجا من میبینم، حالا اگر موقعیتش مناسب تر باشه از همینجا میگیریم، اشکال نداره. یه پوت دیگه هم گرفتیم و حتی باید جا داشت که یه مقدار بالاتر بره که پوتو بگیریم، ولی خب از اینجا گرفتیم، ایرادی نداره. احتمالاً یه ترید لبه مرزی بشه ولی بالاخره انجام شد تریدش، مشکلی نداره. یعنی اگه یه مقدار بالاتر میگرفتیم تریدو خیلی بهتر میشد. حالا چون ما پایین تر گرفتیم یه مقدار داره رو همون خط داره ما بازی میکنه و حالا احتمالاً به سود میشینه چون استراتژی 100%یه که به سود خواهد نشست. این ترید حالا هم 4 5 هستش که حالا آخرین ترید ما باشه چون حجم ویدیو زیاد میشه. ما خیلی راحت ما میتونیم تا صبح براتون ترید انجام بدیم و تا صبح به سود بشینه تریدمون. بله، حالا ما همون برمیگردیم به همون تایم 1 دقیقهش. این هم به سود نشست و ترید آخر ما هم به سود نشست که همینجا هم هستش، من مشاهده میکنیم. حالا بازم هست، بازم میتونیم که بگیریم. حالا حجم ویدیو زیاد میشه. شب شما بخیر باشه، خدا نگهدارشون.